کار نمیکنم. دارم فیلم میگیرم. شاید برای دوستات داخل یوتیوب مهم باشه، دوست داشته باشن تو رو ببینن چه حرکت قشنگ میزدی داخل چمدون بالا پایین میشی. شاید اونا هم دوست داشته باشن تو خونه‌شون این کار انجام بدن. به دوستات بگو میخوام بریم مسافرت. میخوام بریم مسافرت، برام داریم ساک و وسایلمون رو جمع میکنیم. درسته؟ کجا میخوایم بریم؟ میخوایم بریم به سمت تهران. درسته؟ نه، از اهواز میخوایم مستقیم بریم تهران. ولی چی؟ ولی آقا مهدی دوست داره شهرها بین تهران تا اهواز هم ببینه، مثل ملایه. خواه بریم شمال هم بعد تهران. آفرین. خواه بریم ملایه کباب بزنه بچه ها. بستنی زعفرونی چیز هم داره، خامه‌ای هم داره، خیلی خوشمزه است. خیلی خوشمزه است. یه روستایی هم هست اونجا بین فکر میکنم عراق، همون قبل عراق، قبل همدان، به نام روستای آب سرده. اونو بهم گفتی. دوغا خوش. دنده کباب نه داره. دنده کباب نه، دوغای خوشمزه ای داره. نه بهم گفتی بابا، یادمه. ملایر اون کرموشا بود دنده کباب داشت. ملایر کباب شیشلی که خوب درجه 1 بهت میدن، حالشو ببری. من حرف الکی نمیدونم، چرا اینجوری فکر میکنی بابا؟ همینه که هست. کار با بچه ها نداری؟ چی؟ کار با بچه ها نداری؟ به باباشون چی بگن؟ باباشون بگن ببرنشون مسافرت؟ نه ببرنشون تو چمدون، بذارشون ببرنشون. خداحافظ.